سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران به کوشش سهراب نیکوصفت. ادیت و پخش آوای بوف. avayaboof.com. شروع از صفحه 400. بیمار در کجاست؟ ابتدا در مقابل این سؤال همه آنها سکوت اختیار می کنند، ولی صدای تمسخرآمیز یکی از حاضرین فضای این سکوت بهت‌انگیز را در هم شکسته می گوید کدام مریض؟ آیا مریض بهتر از تو وجود دارد؟ هنوز جمله تمسخرآمیز او تمام نشده بود که یکی دیگر از آنها کراوات دکتر را گرفته و با فشار دیگران او را به اتاق فوقانی آن خانه میبرند. موقعی که به داخل اتاق میرسد به او میگویند که همین الان مریض را در اینجا به تو نشان خواهیم داد. دکتر بیچاره هرچه به اطراف خود مینگرد اثری از بیمار ندیده و طولی نمیکشد که ضربات چاقو و چوب و مشت و لگد متعاقب یکدیگر بر پیکر بیدفاع دکتر برجیس وارد شده و غرق در خونش می نماید. برجیس برای استمداد و فرار از دست زاربین به طرف پنجره‌ای که مشرف بر حیاط بوده دویده و قصد فریاد داشته، ولی او را مهلت نداده با یک حمله به سطح حیاط پرتابش می‌کند. بیچاره دکتر وقتی که از آن ارتفاع 5 متری نقش زمین می‌شود، قدرت تکلم از او سلب می‌گردد و زاربین مجدداً شروع به زدن او می‌نماید و در این احوال یکی از آنها به نام محمد رسولزاده در نهایت قساوت با چاقو شریان گلوی دکتر را می‌برد. دیگران نیز ضربات مهلکی به بدن نیمه جان او وارد می‌آورند. در این موقع پیرزنی که ساکن خانه مجاور بوده است بر اثر آه و ناله مضروب به بالای بام رفته و چون اوضاع را چنین می‌بیند شروع به فریاد نموده و مردم را به کمک می‌طلبد. قاتلین که قصد داشتند جسد دکتر را در چاه آب همان خانه مخفی کنند، بر اثر داد و فریاد آن زن و اجتماع مردم دستهای خونین خود را با برف پاک کرده و عربده کشان تمام خیابان و بازار شهر کاشان را پیموده و به مردم میگویند ما دکتر برجیس را کشتیم. در این جریان بر اثر اجتماع مردم تمام دکاکین بسته می شود و تا 2 روز از باز کردن آن خودداری می نماید. قاتلین پس از این تظاهرات به شهربانی رفته و خود را اعضای انجمن تبلیغات اسلامی و قاتلین دکتر برجیس بهایی معرفی می کنند. بعد از وقوع قتل کسان مقتول از قضیه مطلع شده و با کمک مأمورین پلیس جسد خونین و قطعه دکتر برجیس را از محل واقعه خارج می سازند. در معاینه‌ای که از جسد به عمل می آید علاوه بر قطع شریان گلو اثر 81 ضربه چاقو در بدن او مشاهده می شود. با این ترتیب دکتر سلیمان برجیس که بنا به گفته اهالی کاشان مدت 30 سال از عمرش را برای خدمت به مردم و معالجه افراد بی‌بضاعت صرف کرده بود، بدین طرز فجیع به قتل می‌رسد. قتل 9 نفر. به قرار اطلاع علت قتل دکتر نامبرده فقط پیروی او از دیانت بهائیت بوده و قاتلین
تصمیم داشتند 9 نفر از بهائیان کاشان را به قتل رسانند و در این تصمیم دکتر برجیس مقدم بر دیگران شده است. موقعی که از کسان مقتول سؤال شد وقتی این خبر به گوش شما رسید چه حالی به شما دست داد، در جواب گفتند البته ما نیز طبق اصول انسانیت و فامیلی از قتل ناجوانمردانه برادر و پدرمان متأثر شدیم، ولی از اینکه او در راه انجام وظیفه وجدانی و اجتماعی و عقیده‌اش شهید شده است خیلی خوشبخت بوده، از سعادتی که نصیب او گردیده است بی نهایت مسروری. فقط از خدا مسئلت می نماییم که همه را به راه راست هدایت فرماید. باید در نظر داشت که قتل و غارت و تبعید و اسارت بابیان در بدو ظهور این دیانت و شکنجه و آزار بهائیان تا 30-40 سال قبل متداول و معمول بوده و داستانهای بسیاری در این باره در تواریخ و کتب به رشته تحریر آمده است. حتی در آن موقع رسم این بود که هرگاه می‌خواستند مستمسکی برای قتل بیگناهی پیدا کنند او را متهم به پیروی از این دیانت می‌نمودند. ولی این روش بعدها در ایران متروک گردید و با وجود آمدن قوانین بین المللی مانند منشور آتلانتیک و قانون آزادی حقوق بشر و امثالهم از کلیه اقلیت‌ها و صاحبان عقایدی که فعالیت آنان مضر به مصالح کشور نباشد رفع مزاحمت گردید. در چند سال اخیر در بعضی از شهرهای ایران وقایعی نظیر قتل برجیس اتفاق افتاده است که از آن میان میتوان واقعه شاهرود و قتل مهندس شهیدزاده را در شاهی نام برد. برخی معتقدند که این 3 واقعه با یکدیگر بستگی دارد. در هر حال اکنون عده‌ای از قاتلین بازداشت و پرونده در دادگستری کاشان تحت تعقیب است و تشبسات همدستان آنها بر اثر مقاومت آقای رفیعی دادستان کاشان بلا اثر مانده است. در پایان عین تلگراف شهری کانون پزشکان ایران را به پیشگاه ملوکانه در این باب چاپ و منتظر مجازات مسببین این واقعه هستیم تا عبرت دیگران شده مذهب را وسیله قتل نفس افراد قرار ندهند. روزنامه نیسان نیز درباره این جنایت می‌نویسد روز 15 بهمن عده‌ای از جمعیت وابسته به انجمن تبلیغات اسلامی از دکتر سلیمان برجیس که از اتباع حاذق کاشان بوده است و مدت 35 سال خدمت شایانی نسبت به اهالی کاشان می‌نماید، مخصوصاً از اشخاص بی‌بضاعت دستگیری و آنها را مجاناً معالجه می‌نمود، مشار الیه را برای عیادت مریض دعوت نموده و علناً او را با ضرب چاقو و سنگ به طرز فجیع و شرم‌آوری مقتول و ضاربین بلافاصله خود را به اداره شهربانی معرفی و اعتراف می‌نمایند. طولی نمی‌کشد که جمعیت زیادی در اطراف شهربانی و زندان گرد آمده و قصد خارج نمودن بازداشت شدگان را می‌نماید. صبح روز بعد مجدداً به تحریک عده آشوب طلب اهالی را اجباراً به تعطیل و بستن بازار وادار نموده، نظم عمومی مختل، اهالی فوق‌العاده نگران و بلا تکلیف می باشند. برای ما وقوع چنین اعمالی که نمونه نزاع‌های قرون وسطایی است جای نهایت تأثیر و نگرانی است. ما در دنیای قرن 20 زندگی می کنیم که عقاید مذهبی
به عنوان یک اصل مسلم و حق تزلزل ناپذیر برای همه مردم جهان به رسمیت شناخته شده است. چنین صفحات شرم‌آور را که حاکی از کشتار انسانها بر بهانه‌های مذهبی باشد، فقط میتوان در دوره بربریت و دوره تاریک قرون وسطایی جستجو کرد و در دوره کنونی بشریت مترقی از این گونه عملیات ننگ دارد. هم میهنان ما از هر دسته و گروه و عقیده مذهبی بایستی حق مسلم دیگر هم میهنان خود را به آزادی عقاید مذهبی بشناسند و عملاً قدمی بر ضد این اصل تردید ناپذیر بر ندارند. در دوره امروزی راه انداختن نزاع و کشتارهای مذهبی در مملکت‌های مستعمره و نیم مستعمره فقط برای پست نشان دادن آنها و جاودانی ساختن استعمار آنها و تأمین تسلط مستعمره طلبان عملی می شود و همه آنهایی که به استقلال و ترقی و آزادی میهن خود علاقه دارند باید از این تشبسات شرم‌آور خود را بر حذر نگاه دارند و مرتکب عملیاتی که قبل از همه ضررش به تمام کشور خواهد خورد نگردند. به نظر ما دولت وظیفه دارد مرتکبین این عمل خشونت‌آمیز و وحشیانه را در کاشان محاکمه و مجازات کند و بفرماند که هیچ دسته‌ای نباید به بهانه‌های اختلافات موهوم مذهبی هم میهنان خود را کشتار کند و اغراض خصوصی خویش را عملی سازد. همه ایرانیان به هر عقیده مذهبی که باشند با هم برادرند و قبل از همه چیز باید برای استقلال و آزادی و ترقی کشور و میهن خود با هم دست اتحاد بدهند. یکی از اسناد قابل توجه از نظر همدردی اجتماعی وسیعی که قتل برجیس به دنبال داشت، نامه کانون پزشکان ایران به شاه است. پیشگاه مقدس اعلی حضرت همایون شاهنشاهی، به طوری که خاطر مبارک اعلی حضرت همایونی مستحضر می باشد، اخیراً دکتر سلیمان برجیس که عمر خود را صرف خدمت پر افتخار پزشکی کرده بود، به بهانه معاینه و معالجه بیمار از طرف عده‌ای ماجراجو دعوت و در راه انجام وظیفه مقدس پزشکی به طرز فجیعی در کاشان به قتل رسیده است. گذشته از اینکه این قبیل جنایات در دوران سلطنت آن اعلی حضرت دادگستر بسیار بعید می باشد، انعکاس آن در جهان از جنبه بین المللی و منشور ملل متفق بی اندازه ناپسند بوده و به علاوه انجام وظیفه پزشکی که حفظ حیات و زندگی افراد بشر است در تمام نقاط کشور مشکل خواهد شد. لذا کانون پزشکان ایران که برای حفظ و صیانت حقوق صنفی پزشکان تأسیس و تشکیل گردیده، از پیشگاه مبارک شاهنشاهی استدعا دارد که امر مطاع شرف صدور یابد تا محرکین و عاملین این قتل خونین هرچه زودتر به شدیدترین کیفرها برسند و عناصر ماجراجو و جانی را درس عبرتی باشد. امر مطاع مبارک است. کانون پزشکان ایران. سند دیگر تلگراف انجمن دانشجویان مقیم سوئیس است که به بازتاب جهانی این جنایت اشاره می کند. مهر ایران سال 9 شماره 2266 تاریخ 23 اسفند ماه 1328. ایرانیان مقیم سوئیس از قتل دکتر برجیس اظهار تأسف می کنند. تهران، مهر ایران.
قتل فجیع رئیس بهداری کاشان موجب تأثر شدید ایرانیان مقیم سوئیس گردید. بدین وسیله برای حفظ حیثیت ملی ایرانیان و رعایت آزادی افکار تقاضای مجازات شدید قاتلین را دارد و خاطر دولت را متوجه می سازد که این قبیل اعمال وحشیانه و آزادی کش که مخالف قانون اساسی است، تأثیرات نامطلوبی در افکار عمومی ملل متمدن دارد. انجمن دانشجویان ایران مقیم ژنو. بیش از 2 ماه پس از قتل دکتر برجیس هنوز هم این جنایت دهشتناک در جراید کشور مورد بحث بود. به عنوان نمونه روزنامه آتش شماره 787 به تاریخ 27 فروردین 1329 شمسی می نویسد: پرونده قتل دکتر برجیس مدت 1 ماه است که پرونده‌ای مانند سایر پرونده‌های قتل و جنایت در دفتر اتاق دادگاه جنایی تهران به انتظار نوبت و 8 نفر متهمینش در زندان شهربانی به انتظار رسیدن روز مجازات روزشماری می‌کنند. موضوع این پرونده که 1 مقتول و چند قاتل دارد برای خوانندگان شنیدنی و در تاریخ قضایی و جنایی ایران کم نظیر است، زیرا موجب و علت قتل نه به واسطه مسائل مادی بوده و نه اختلاف خانوادگی و یا ناموسی که همیشه تنها محرک ایجاد این نوع قتل و آدمکشی ها است، بلکه تنها یک علت داشته و آن هم تعصب مذهبی. برای اینکه بهتر به داستان آن اطلاع پیدا کنید، شرح واقعه را که خبرنگار قضایی ما در زیر نگاشته است از نظر بگذرانید. روز جمعه 14 بهمن ماه 1328 2 نفر که عباس قلی توسلی و علی نقیپور نام داشته‌اند به مطب دکتر سلیمان برجیس که در یکی از خیابان‌های شهر کاشان واقع بوده رفته و با حالتی افسرده و مایوس اظهار می‌دارند بیماری در منزل داریم که بستری است و حالش خیلی خراب به نظر می‌رسد. خواهش می‌کنیم که آقای دکتر زحمت کشیده و از این مریض ما عیادت فرمایید. دکتر برجیس مانند همیشه که عیادت بیماران را در منزلشان قبول می‌کرده است، این تقاضا را می‌پذیرد، ولی اظهار می‌دارد صبر کنید تا این 7 نفر مریض را که دم اتاق انتظار نشسته‌اند ببینم و بعد به اتفاق به عیادت مریض شما خواهیم رفت. ولی هر 2 نفر اصرار و الحاح می‌نمایند که اگر چند دقیقه بگذرد می‌ترسیم مریض از دست برود و این از انصاف دور است. بالاخره دکتر از بیماران منتظر خواهش می‌کند که چند دقیقه‌ای صبر کنند تا از این مریض که می‌گویند حالش خیلی خراب است عیادت کنند. برجیس مانند همیشه کیف مخصوص خود را که محتوی دارو و لوازم ضروری پزشکی بود برمی‌دارد و به همراه آن 2 نفر کوچه‌های پر از گل و لای و برف شهر کاشان را طی می‌کنند تا به کوچه کلهر می‌رسند. در این کوچه فقط 3 خانه وجود دارد که یکی از آنها منزل شخص آخوندی به نام شیخ محمد باقر معروف به مسئله گو بوده. وقتی دکتر به کوچه مزبور وارد می شود، به خانه‌ای که جنب منزل شیخ بوده راهنمایی شده و همین که وارد خانه می شود 6 نفر دیگر هم که در انتهای آن کوچه منتظر بوده اند به دنبال دکتر و همراهانش داخل آن خانه می شوند. آنگاه بدون اینکه از نقشه خود چیزی ابراز کنند دکتر برجیس را برای عیادت بیمار به اتاقهای فوقانی آن خانه هدایت نموده و خود نیز به دنبالش وارد اتاق می‌گردد. دکتر وقتی وارد اتاق می‌شود هرچه به اطراف خود می‌نگرد آثاری از وجود بیمار در این خانه نمی‌بیند. ناچار می‌پرسد پس مریض شما در کجاست؟
قیافه‌های توطئه کنندگان دکتر را متوجه می‌سازد که نقشه سوئی برایش طرح کرده‌اند. به همین مناسبت در صدد برمی‌آید که شاید آنها را از منظور خود منصرف کند و بنای مزاح را می‌گذارد، ولی زاربین توقف را بیش از این جایز ندانست و با چوب و چاقو و لگد به او حمله کردند. دکتر برای رهایی جان خود متوسل به پنجره‌ای که مشرف بر حیاط بود شده فریاد می‌کند و کمک می‌طلبد. زاربین وقتی وضع را چنین می‌بینند برای قطع کردن صدای او از همان پنجره وی را به حیاط پرتاب کردند و مجددا شروع به مضروب ساختن او کردند. آنقدر او را می‌زنند تا از تکلم باز مانده، آنگاه شریان گلویش را با ضربت چاقو قطع می‌کنند. بر اثر زجه و ناله دکتر تنها پیرزنی که در خانه مجاور بوده است به روی بام آمده و مشاهده می‌کند که زاربین قصد دارند جسد بیجانی را به چاه آب بیندازند. پیرزن چون وضع را چنین می‌بیند مردم را وسیله داد و فریاد از قضیه مطلع کرده و جمعیت در آن جمع می‌شوند. قاتلین وقتی حس می‌کنند که دستگیر خواهند شد بلافاصله دستهای خونین خود را با برق شسته و مجتمعاً در خیابان و کوچه بنای تظاهرات را می‌گذارند. بر اثر این جریان بازار و دکاکین مدت 2 روز تعطیل شد و از طرف شهربانی محرکین و قاتل دستگیر گردیدند و پس از بازجویی‌های لازم با پرونده به تهران اعزام شدند. علت قتل را در بازجویی به واسطه تعصبات مذهبی توضیح دادند. در معاینه بدنی که از مقتول به عمل آمد اثر 81 ضربه چاقو مشاهده گردید. بعد از این واقعه از طرف جامعه پزشکان هم اعتراضاتی شد. سند مهم دیگر در این ماجرا نامه جامعه بهایی به رئیس کل شهربانی کشور است که در آن به نامه‌ای که 5 روز پیش از قتل دکتر برجیس مبنی بر تقاضای جلوگیری از تحریکات فاجعه آفرین انجمن تبلیغات اسلامی اشاره می شود. مقام محترم ریاست کل اداره شهربانی کشور در تعقیب نامه شماره 9172 مورخ 10/11/28 مطابق با 29 ژانویه 1950 میلادی و مذاکرات حضوری مجدداً به اطلاع آن مقام محترم می‌رساند. بر اثر اهمال و مساهله آقای فاطمی رئیس شهربانی کاشان در جلوگیری از تحریکات متعصبین و موافقت و مرافقت مشار الیه با محرکین و مغرضین صبح روز جمعه 14 بهمن ماه سنه جاریه چند نفر از اعضای انجمن دعات اسلامی آقای دکتر سلیمان برجیس رئیس محفل روحانی بهائیان کاشان را به عنوان عیادت به یکی از خانه‌های محله کلهر برده و آن مظلوم بیپناه را به کمال قساوت و شقاوت به نحوی فجیع و طرزی فظیع به قتل رسانیده. تاکنون 8 نفر خود را به شهربانی کاشان به عنوان قاتل معرفی و صریحاً اقرار و علناً اظهار نموده‌اند که چون دکتر برجیس بهایی بوده آنان به سمت عضویت انجمن تبلیغات اسلامی به این عمل مبادرت ورزیدند. از قرائن موجوده و امارات مشهوده کاملاً واضح و نمایان است که قتل مرحوم دکتر برجیس بر اثر توطئه و نقشه قبلی صورت گرفته و رئیس شهربانی کاشان نیز با محرکین و متعصبین همدم و همراز بوده است. زیرا 1. از موقعی که آقای فاطمی به سمت ریاست شهربانی کل به کاشان رفته مفسدین و متعصبین بر مخالفت و ضدیت خود نسبت به بهائیان آن سامان به مراتب افزوده و چند نفر از ذاکرین و واعظین مانند تربتی و تسلطی بی پرده و حجاب بر رأس منبر اهالی را به قتل و غارت بهائیان کاشان و نقاط مجاوره تشویق و ترغیب می نمودند.
و با آنکه اظهارات آنان به وسیله بلندگو در شهر منتشر می شده و عوام الناس را به حرکت و هیجان می آورده و رئیس شهربانی خود غالباً در این مواقع حاضر بوده و به رأی العین این فتنه و فساد را مشاهده می نموده، کوچکترین اقدامی برای جلوگیری از تحریک و تفتینات آنان به عمل نمی آورده و به شکایات متوالیه و تظلمات عدیده بهائیان مظلوم اعتنا و التفاتی نمی نموده. 2. متن مکتوبی را که تیمسار سرلشکر علایی به طور خصوصی و دوستانه به آقای فاطمی نگاشته و از مشار‌الیه تقاضای جلوگیری از تعدیات وارده بر بهائیان آن سامان نموده، برای تربتی واعظ محرک مزبور خوانده و او نیز بر سر منبر مفاد و مدلول آن نامه را با تحریفات و تلقیناتی موضوع خطاب به خویش قرار داده و از هیچ گونه حطاکی و فحاشی نسبت به جامعه بهایی فروگذاری نکرده است. 3. وقتی مرحوم دکتر برجیس با رئیس شهربانی ملاقات و تقاضای اقدام مؤثر برای جلوگیری از تحریکات پی در پی متعصبین و مفسدین نموده، آقای فاطمی اسامی محرکین فساد را از آن مرحوم پرسیده و او چند نفر را که به نظرش می رسیده نام برده است. رئیس شهربانی عین اظهارات دکتر مرحوم را برای همان نفوس که سرسلسله فتنه انگیزان کاشان بوده اند بیان نموده و یکی از آنان علنا دکتر را تهدید به عقوبت می نموده است. 4. رئیس آگاهی کاشان آقای علی نراقی تربتی مزبور را به ضدیت با بهائیان تشویق و او را به مساعدت و همراهی مأمورین شهربانی امیدوار می کرده. تمام این قرائن و امارات که مورد تصدیق اهالی بیطرف و منصف کاشان بوده و هست به خوبی ثابت و مدلل می نماید که آقای فاطمی رئیس شهربانی کاشان سرعاً با متنفذین و محرکین در این قضایا همدست و همعنان بوده و اشخاص مغرض و فتنه‌جو به پشتگرمی مشار‌الیه به کمال حریت و بدون ترس از مأمورین انتظامی دولت به اقدامات مفسدت انگیز خویش مشغول بودند. این بی‌مبالاتی رئیس شهربانی عاقبت منجر به قتل یکی از افراد صالح و عالم جامعه ایرانی گردیده و یکی از رعایای صدیق و خیرخواه و بیگناه کشور مقدس ایران فدای اغراض شخصی و تعصبات مذهبی شده و این عمل وحشیانه حسن سیرت و نیکنامی ایران عزیز را در چنین موقع دقیق تاریخی به مخاطره افکنده است. از آن شخص شخیص که همواره برای تأمین رفاه و آسایش اهالی ایران به کمال بی‌طرفی جدیت و فعالیت می‌فرمایند و شب و روز در حفظ انتظامات کوشیده و می‌کوشند مستدعی است. اولا نسبت به آقای فاطمی که در این مدت ضدیت خود را با بهائیان به ثبوت رسانیده و وجود مشار‌الیه در آن محل ممکن است مانع کشف قضایا گردد، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند. ثانیاً برای نظارت در جریان وقایع و جلوگیری از اعمال غرض بازرسی بیطرف به کاشان اعزام گردد تا خون این شخص بیگناه هدر نرود و بر جسارت و جرأت مفسدین و محرکین که در انتظار عکس العمل دولتند نیفزاید. ثالثاً دستور صریح و مؤکد به شهربانی کاشان صادر شود که این موضوع را به کمال بیطرفی و بیغرضی بر وفق مقررات قانونی تعقیب نمایند. رابعاً
به ادارات شهربانی در تمام نقاط ایران دستورهای لازم برای جلوگیری از تحریکات مفسدین که معمولاً در این مواقع به جنبش و حرکت می آیند و آتش فتنه و فساد را شعله ور می کنند صادر شود. بدیهی است آن نفس محترم که در بین اهالی ایران به کفایت و لیاقت و بیغرضی و بیطرفی مشهور و مشار بالبنانند، به این مستدعیات عطف توجه کامل خواهند فرمود. با تقدیم احترام، رئیس محفل روحانی ملی بهائیان ایران نورالدین فتح اعظم. منشی محفل روحانی ملی بهائیان ایران علی اکبر فروتن. واکنش وزیر کشور به شکایت بهائیان. در واکنش به شکایت محفل بهایی از نخست وزیر می‌خواهد که محافل بهائیان را تعطیل کند. اسدالله علم وزیر کشور در اسفند ماه 1328 شمسی مطابق با 1950 میلادی به ساعد نخست وزیر وقت می‌نویسد که چون رسیدگی به شکایت محفل بهائیان در دوایر دولتی به معنای به رسمیت شناختن این محفل است و این مسئله موجب تحریک مسلمانان می شود، وی ادامه می دهد. چون هیچ وقت بهائیان نتوانستند اظهار وجودی بنمایند، این رویه جسورانه آنها مخالف مصالح کشور است. اقتضا دارد هرچه زودتر محافل آنها به کلی تعطیل شود. حمایت آیت الله بروجردی از قاتلین برجس. با شروع محاکمه قاتلین در شعبه 2 دادگاه جنایی، سیل نامه‌ها و تلگراف‌های روحانیون در حمایت از قاتلان از گوشه و کنار کشور به سوی دادگاه و دولت سرازیر می شود. بزرگترین شخصیت شیعه و مرجع تقلید عامه آیت الله العظمی بروجردی نیز شخصاً به صحنه می آید و نماینده خود روح الله خمینی را به ملاقات شاه می فرستد. جعفریان می نویسد درباره یک جریان مشابه که حکومت ضمن آن قصد قصاص چند مسلمان را داشت، آیت الله بروجردی امام خمینی را به ملاقات شاه فرستاد و از او خواست تا قاتلین بهائیان را اعدام نکند. روحانیون دیگری چون آیت الله فیض از قم، حجت الاسلام محمدی و گروهی از روحانیون گلپایگان، آیت الله کاشانی و بهبهانی از تهران نیز خواستار آزادی قاتلین می شود، تا آنجا که نواب صفوی روز اخذ رأی به دادگاه آمد و پس از روحیه دادن به محکومین با کمک دوستانش گریخت. دادگاه قاتلین به دوران نخست وزیری 3 نخست وزیر محمد ساعد، علی منصور و رجب علی رزمارا ادامه می‌یابد و سرانجام دادگاه در برابر روحانیون تسلیم شده و حکم براءت 8 متهم به قتل را صادر می‌کند و آنها بلافاصله آزاد می‌شوند. عده‌ای از طلاب و بازاریان به استقبال آنها می‌روند، سر راه آنها گوسفند قربانی می‌کنند و مراسم چراغانی برپا می‌دارند. آنها را از زندان به خانه آیت الله بهبهانی و سپس برای شام به خانه آیت الله کاشانی می‌برند. در شهریور ماه 1329 شمسی مطابق با 1950 میلادی، آقای متین دفتری رئیس شهربانی کل کشور به نخست وزیر می نویسد مردم عموماً از رأی دادگاه اظهار تعجب و تنفر نموده و می گویند با این وضع دیگر کسی تأمین جانی ندارد و در آینده این گونه قتل‌ها زیاد خواهد شد. چنانچه حکم دادگاه در برابر قتل کسروی و آزادی امامی منجر به قتل هژیر شد.
آقای هژیر که به دست فداییان اسلام ترور شد همان شخصی است که موجبات آزادی قاتلین کسروی را فراهم کرده بود. ایرج اسکندری که در زمان قتل کسروی عضو کابینه قوام السلطنه بود می نویسد که یک شب در جلسه هیئت وزیران قوام گفت علما فشار می آورند امامی قاتل کسروی آزاد شود. هژیر فوراً گفت به عقیده من درست است و باید این فرد از زندان آزاد بشود. ایرج اسکندری در جواب می گوید روز روشن در دادگاه یک نفر را کشته است و دادستان دستور توقیف او را داده است. هیئت دولت به چه مجوزی میتواند دستور آزادی او را بدهد؟ از صالح وزیر دادگستری میپرسد آیا شما میتوانید دستور آزادی قاتل را بدهید؟ جواب او منفی است. هژیر میگوید او مهدورالدم بود و باید کشته میشد. اسکندری میگوید مهدورالدم یعنی چه؟ و تشخیص آن با چه کسی است؟ هژیر میگوید با خود اوست. اسکندری میگوید اگر اینطور است که من شکم شما را سفره میکنم چون به عقیده من مهدورالدم هستی. اسکندری میگوید وقتی ما از کابینه بیرون آمدیم موسوی وزیر دادگستری شد. 27 مهر 1325 مطابق با 18 اکتبر 1946 میلادی. فوراً امامی را آزاد کردند. امامی بعد از آزاد شدن از زندان در آبان 1328 را به قتل رساند. تجلیل از قاتلین دکتر برجیس در جمهوری اسلامی. در سال 1376 شمسی محمد رسولزاده یکی از قاتلان دکتر برجیس درگذشت و در 40مین روز درگذشت او روزنامه کیهان به دوران جمهوری اسلامی تحت عنوان رسولزاده مرد ایمان و عمل مقاله‌ای نوشت که در آن از جمله آمده است رسولزاده نوجوانی را با عشق به خاندان رسول الله پشت سر گذاشت و پس از آن نیز برای همیشه خادمی صادق برای اهل بیت بود. زندگی سیاسی رسولزاده حدود سال 1320 شمسی آغاز شد و در سال 1328 مطابق با 1949 میلادی با ترور منتهی به قتل یک عنصر صهیونیست وارد مرحله جدیدی شد. او در معیت 7 تن از دوستان خود کمر به قتل سرکرده صهیونیست‌های منطقه کاشان و اطراف آنجا بست که به عنوان صهیونیستی بود سرشناس در قالب و پوشش طبابت، در حالی که اصلاً درس پزشکی نخوانده بود. به جان و نوامیس مسلمین تجاوز کرده و علناً قرآن را آتش زده بود. اسنادی که پس از هلاکت این مزدور کشف کردید حکایت از مأموریت خطرناک او در ضربه زدن به اسلام و مسلمین می‌کرد. علاوه بر این از اعضای فعال حزب جاسوسی بهائیت نیز بود. فاجعه ابرقو. یکی از هدفهای قتل دکتر برجیس ارعاب دگراندیشان مذهبی و به نمایش گذاردن قدرت روحانیت بود، اما خشونت آنچنان تکان دهنده و آشکار بود که موج وسیع از همدردی نسبت به مقتول را نیز دامن زد. تکرار چنین جنایاتی می توانست نتیجه عکس دهد. برای خنثی کردن این واقعه کوشش شد که بهائیان را به قتل متهم کند. ابرقو شهرکی است در کنار کویر در سر راه شیراز و آباده به یزد و کرمان.
و به کنایه به عنوان دور افتاده ترین و ناآباد ترین نقطه کشور از آن یاد می شد. حدود 1 ماه پیش از قتل دکتر برجیس، 13 دی ماه 1328 مطابق با 2 ژانویه 1950 میلادی در مزرعه‌ای نزدیک ابرقو بیوه زنی فقیر به نام صغرا و 5 فرزند خردسال او شبانه به طرز فجیعی با ضربات بیل و تیشه به قتل می‌رسند. استوار حسین صدریپور که مأمور رسیدگی به پرونده می‌شود، 3 نفر را پس از بازجویی به عنوان عاملین قتل دستگیر می‌کند. انگیزه و چگونگی جنایت. پس از آنکه شخصی به نام محمد حسن خان سالاری، عمده مالک جوان و سرشناس ابرقو میرد، برادر او به نام اسفندیار خان سالاری به فکر ازدواج با بیوه ثروتمند برادر خود میافتد، اما جواب منفی میشنود. پیش از او روزخانی به نام سید محمد قیومی از طریق کلفت خانم که صغرا نام داشت علاقه خود را به بیوه ثروتمند ابراز کرده و جواب مثبت شنیده بود. بیوه ثروتمند و روزخان از ترس اسفندیار خان جرأت مراجعه به دفتر ازدواج و طلاق در ابرقو را نداشتند. پس به ده اقلید می روند و ازدواج خود را ثبت می کنند. این خبر موجب خشم اسفندیار خان می شود و قیومی را به مرگ تهدید می کند. روزخان یعنی قیومی چندین بار به ادارات دولتی گزارش می دهد که اگر اتفاقی برای من، عیالم و صغرا افتاد، مسئول آن اسفندیار خان سالاری است. به پاداش خدمتی که صغرا کلفت مریم خانوم برای قیومی و مریم خانم انجام داده بود، هدایایی دریافت می کند. در بازرسی منزل او مشخص می شود که قاتلین با دستهای خونالود لوازم خانه را جستجو کرده و به دنبال هدایا بودند. قاتلین با خود اسلحه‌ای به منزل صغرا نبرده بودند. آنها برای قتل صغرا از تیشه و بیل که در منزل بوده استفاده کردند. مردم ابرقو که از دشمنی اسفندیار خان با صغرا با خبر بودند، 3 نفر را مرتکب قتل و اسفندیار خان را محرک آن می دانستند. روزنامه داد چاپ تهران به مدیریت ابوالحسن عمیدی نوری می نویسد در ابرقو 1 زن و 4 فرزند او را به وضع فجیعی به قتل رساندند. مرتکبین قتل به دستور بنی آدم فرماندار یزد دستگیر شدند. ضمن رسیدگی به این قضیه معلوم شده است قاتلین داماد و پدر داماد زن مقتول بودند و بر اثر تطمیع و تحریک چند برادر ابرقویی که با زن مزبور دشمنی داشته‌اند مرتکب این قتل گردیدند. از قرار معلوم برادر یکی از محرکین فوت نموده و زن زیبایی داشته که متمول بوده است. یکی از برادران قصد ازدواج با او را داشته، اما زن مقتوله واسطه ازدواج آن زن با یکی از اهالی ابرقو بوده است. تا اینجا رسیدگی به جنایت ابرقو روال عادی خود را داشت و پرونده از ابهامی برخوردار نبود، اما به یک باره روالی دیگر در کار آمد و دادستان یزد به نام سید محمد جلالی نائینی جواد صادقی را مأمور بازپرسی و تحقیق کرد. بازپرس به اتفاق رئیس ژاندارمری یزد به ابرقو می رود
رئیس ژاندارمری محل را که 3 نفر متهم را زندانی کرده بود از کار برکنار می کند و به دست عواملی 54 برگ از تحقیقات اولیه را از پرونده بر می دارد، اما به جای آنها برگ های دیگری نمی گذارد. چنانکه شماره برگه ها نشان می دهد که برگه هایی از پرونده حذف شده است. آنان زندانیان را آزاد می کنند و به جای آنها 3 نفر دیگر را بدون تحقیق و اثبات اتهام به زندان می اندازند. بازپرس در حاشیه پرونده می نویسد: به خدا مثل اینکه بعد از 2 ساعت همه دربهایی که به روی بازپرس بسته بود باز شد و بالاخره دانسته شد که علت وقوع قتل صرفاً جنبه مذهبی داشته است. چون بنی آدم فرماندار یزد حاضر به همکاری با مأموران جدید نمی شود و گزارش‌های دریافتی از ژاندارمری و بخشداری ابرقو را به وزارت کشور و روزنامه‌های داد و باختر امروز می‌فرستد، با اعمال نفوذ او را به تهران احضار و احمد معاونزاده را که مورد اطمینان بوده است به کفالت فرمانداری منصوب می‌کند. رئیس دادگستری کرمان حسین فروغ که رئیس دادگاه عالی جنایی نیز بود به یکی از وکلای متهمین میگوید که من دستخوردگی و کسر اوراق پرونده را دیدم و به وزارت دادگستری هم گزارش دادم. به این علت و جهات دیگر تقاضا کردم که پرونده به دادگاه عالی جنایی مرکز ارجاع شود. متن کیفرخواست دادستان یزد که بر اساس گزارشات بازپرس یاد شده تنظیم گردید ضمیمه است. اینجا به طور مختصر به محتوای آن اشاره می شود. دادستان با اشاره به آنکه چند سال پیش از آن اهالی ابرقو 2 نفر بهایی را که یکی از آنان داعی میرزا حسن شمسی رئیس محفل بهاییان اسفندآباد بود به قتل رسانده بودند، ادعا می کند که بهاییان کینه اهالی ابرقو را در دل داشته و منتظر فرصتی بودند تا آنکه 1. صغرای مقتوله به بهایی‌ها فحاشی و به طوری در این قسمت متعصب بوده که در مساجد و مجامع عمومی در پای منبر با صدای بلند فریاد می کرده که عباس افندی و سران بهایی ها را لعن کنید. 2. در همسایگی صغرا محمد شیروانی که به اظهار عیالش قرآن را پاره کرده و در آتش سوزانده، صغرا که می دانسته محمد بهایی است شب و روز به بهایی ها لعن و ناسزا می گفته. 3. صغرا مانع و رادع بزرگی برای تشکیل محفل بهایی در ابرقو بوده. دادستان در کیفرخواست خود صغرا را بزرگترین مانع بهاییان در راه تبلیغ آیین خود قلمداد می کند و نتیجه می گیرد که او و فرزندانش به تحریک محفل بهاییان اسفندآباد یزد به قتل رسیدند. بدین ترتیب در نوروز 1329 شمسی مطابق با 1950 میلادی 9 نفر بهایی اهل یزد و 4 نفر بهایی اسفندآبادی و 4 نفر مسلمان ابرقویی به دستور بازپرس به زندان می‌افتند. به ادعای دادستان 3 نفر از 4 مسلمان اهل ابرقو بهایی بودند که بهایی بودن خود را کتمان می‌کردند. دادستان ادعا می‌کند با اینکه ثابت شده بود ابرقویی ها حاضر برای تبلیغات بهایی ها نبودند، با وجود آن محفل بهایی یزد دست از لجاجت بر نداشته و 1 نفر دیگر را فرستاده
و به او دستور سری داده‌اند. این شخص عباس علی پورمهدی بی سواد 65 ساله به عنوان مهاجر به ابرقو فرستاده شده و برای ارعاب مسلمین او را با دستورات فوق سری روانه نموده‌اند. با وجود اینکه معمولاً مبلغین که اعزام می‌شوند صورت مجلس تنظیم می‌شده، ولی چون این مأموریت فوق سری بوده صورت مجلس نداشته و عباس علی به عنوان پیله‌ور رفت و آمد مرموز به اسفندآباد و یزد داشته. در کیفرخواست دادستان یک پیله‌ور بی سواد 65 ساله مأمور فوق سری و مرموز قلمداد می شود. حکم دادگاه. دادگاه در تهران برگزار می شود. علما و مخصوصاً آیت الله شریعت مداری و علمای مشهد از اعمال نفوذ و وارد آوردن فشار بر دادگاه برای محکوم کردن بهائیان فروگذار نمی کنند. در جلسات دادگاه عده‌ای از طلاب و بازاریان با شعار دادن علیه بهائیان چنان فضایی از ترس و وحشت به وجود می آورند که حتی برخی از وکلای مدافع شهامت و جرأت شرکت در دادگاه را نداشتند. پس از ختم بررسی رئیس دادگاه 17 اردیبهشت 1331 شمسی آقای اشرف احمدی حکم دادگاه را اعلام کرد. 9 نفر اعضای محفل بهائیان یزد هر یک به 3 سال زندان با اعمال شاقه و پرداخت 1000 ریال هزینه دادرسی، عباس علی پورمهدی و حاج حسن شمسی هر یک به 10 سال زندان با اعمال شاقه، 4 نفر اسفندآبادی به نامهای حسین کرمبخش، حسن همتی و محمد رفاهی و محمد شیروانی به اعدام محکوم می شود. وکلای متهمان به حکم دادگاه اعتراض می کنند دیوان عالی کشور رسیدگی به پرونده را به شعبه 2 به ریاست حائری شاهباغ و 2 نفر مستشاران شعبه مذکور ابریشمکار و فاضل کاشانی ارجاع می دهد. حائری شاهباغ به دکتر نویدی یکی از وکلای متهمین می گوید متاسفانه نتوانستم آزادانه رأی بدهم. متنفذین از جمیع جهات مرا تحت فشار قرار داده‌اند. تصمیم گرفتیم یا حکم اعدام محکومین به اعدام را نقض و حکم محکومین به زندان را ابرام کنیم یا حکم اعدام محکومین را ابرام و حکم زندان را نقض کنیم. فاضل کاشانی یکی از قضات در زیر ورقه رأی نوشت تمام بهائیان معصوم هستند. این پرونده ساختگی و بچگانه است، ولی با 1000 افسوس که رأی من در اقلیت قرار دارد. بهائیان بیگناه در زندان میمانند. حاج میرزا حسن شمسی بهایی در زندان میمیرد. محکومین به اعدام هر کدام به 15 سال حبس با اعمال شاقه محکوم می شود. محمد شیروانی به حکم اعدام اعتراض می کند. دادگاه جنایی او را مجدداً به اعدام محکوم می کند. محمد شیروانی مسلمان، شغل نمدمال، اهل ابرقو در یزد اعدام می شود. شیروانی مرتب می گفته است من مسلمانم و بیگناه. اسفندیار خان را که دستور قتل داده محاکمه کنید. او نامه‌ای به یک روحانی خوشنام به نام حاج شیخ رضا می نویسد و برای نجات خود از او استمداد کرده
و وصیت‌نامه‌اش را نزد او می‌فرستد. فرزند او علی محمد شیروانی به 10 سال زندان محکوم و برادر او تبرئه می‌شود. بدین ترتیب فاجعه‌ای که در زمان نخست وزیران سابق شروع شده بود در دوران حکومت ملی دکتر مصدق به اوج خود میرسد و نتیجه آنکه یک مسلمان بیگناه اعدام شده و یک بهایی بیگناه در زندان میمیرد. نتیجه دیگر آنکه بهائیان برای اول بار در تاریخ ایران به جرم و جنایت متهم و محکوم میشوند و این برای دشمنان آنان از چنان اهمیتی برخوردار بود که همین چندی پیش روزنامه کیهان در جمهوری اسلامی پس از 50 سال دوباره فاجعه ابرقو را مطرح ساخته و به طور مشروع اتهامات آن زمان علیه بهائیان را تکرار کرد. متن کیفرخواست دادستان شهرستان یزد بر علیه متهمین قتل فجیع ابرقو در شب 13 دی ماه 1328 قتل فجیعی در 2 کیلومتری ابرقو 218 کیلومتری شهر یزد در مزرعه مشهور به رباط که تقریباً 4 خانوار در آنجا سکونت داشته اتفاقی افتاده که 6 نفر را به طور فوق‌العاده فجیعی به قتل رسانیده‌اند. به این معنی که صغرانام 50 ساله و 5 نفر فرزندان صغیر او را به نام معصومه دختر 15 ساله و خدیجه دختر 11 ساله و بیبی دختر 8 ساله و علی اکبر پسر 14 ساله و حسین پسر 6 ساله که در خانه صغرا مقتوله مادرشان سکونت داشته و با کمال فقر و مسکنت و در عین حال با مناعت طبع و با نانپزی و چرخریسی امرار معاش می نموده و فرزندان صغیر خود را اداره می کرده و در شب مزبور موقعی که مقتولین از خستگی روزانه اندکی فراغت حاصل نموده و در خواب عمیقی فرو رفته در آن دل شب محمد شیروانی و محمد حسین و احمد نکویی برادرهای او و علی محمد فرزندش که مشخصات آنان ذیلاً به عرض میرسد به اتفاق 3 نفر اسفندآبادی بهایی که تاکنون شناخته نشده اند و پرونده نسبت به آنها و جلال بینش یکی از محرکین قتل مفتوح است به تحریک حاجی میرزا حسن شمس رئیس محفل بهایی های اسفندآباد و عباس علی پورمهدی که از طرف محفل بهایی های یزد با دستورات مرموزی به عنوان مهاجرت ابرقو اعزام شده و به تحریک 9 نفر اعضای محفل یزد که اسامی هر یک و دلایل ارتکاب به شرح آتی معروض خواهد شد به جرم اینکه صغرای مقتوله به بهایی ها فحاشی و به طوری در این قسمت متعصب بوده که در مساجد و مجامع عمومی که وعاظ مشغول وعظ بودند در پای منبر با صدای بلند فریاد می کرده که عباس افندی و سران بهایی ها را لعن کنید و نیز چون در همسایگی او محمد شیروانی سکونت داشته و مشارالیه یکی از بهایی های متعصب بوده که بنا به اظهار عیالش قرآن را پاره کرده و در آتش سوزانیده و صغرای مقتوله هم که میدانسته محمد بهایی است تجاهل کرده شب و روز به سران بهایی ها لعن و ناسزا می گفته و به طوری که آقای بازپرس در قرار مرقوم فرموده اند محمد فوق‌العاده از این جریانات رنج می برده و چون محل ابرقو
محلی است که محمد آزادی عمل نداشته و نمی توانسته رسما خود را بهایی معرفی کند، کینه صغرا و بچه های او در دل محمد و عباس علی پور مهدی مهاجر اعزامی از طرف محفل بهایی های یزد و اعضای محفل مزبور جایگزین گردیده و اقدامات صغرا مانع و رادع بزرگی برای تشکیل محفل در ابرقو و تبلیغات آنها بوده و نیز محمد علی ثابت را که چندی قبل از اعزام عباس علی به محل ابرقو از طرف محفل بهایی یزد اعزام شده بود، اقدامات مشارع‌الیه با عدم موفقیت مواجه گردیده و به شرحی که اعضای محفل یزد اظهار داشته‌اند، پس از آنکه اهالی ابرقو ملتفت شدند که محمد علی ثابت به عنوان مبلغ بهایی به محل آمده، او را تهدید به قتل نموده که در وسط زمستان شبانه مجبور گردیده عیال خود را در پشت موتورسیکلت سوار کرده و فراراً به شهر مراجعت نماید و این جریان را به محفل گزارش داده. محفل بهایی یزد که به واسطه اقدامات اهالی ابرقو و اینکه مانع هر گونه اقدام تبلیغاتی آنها گردیده و در سال 1327 هم که حاجی میرزا حسن شمسی و رئیس محفل بهایی اسفندآباد یک نفر سلیمان نام سلیمی را به عنوان تبلیغ به اسفندآباد آورده، در اثر اقدامات اهالی ابرقو و رفتن آقای سید محمد قیومی واعظ به محل اسفندآباد، مبلغ مزبور مجبور به فرار گردیده. این حوادث و اتفاقات بیش از پیش بر کینه محفل یزد و اسفندآباد نسبت به اهالی ابرقو که عموماً مسلمان و مانع هر گونه تبلیغات آنها بوده افزوده گردیده و این دفعه دست به اقدامات خطرناک زده و عباس علی پور مهدی را با دستورات سری و مرموز به طرف ابرقو گسیل داشته و مبالغی وجه به او داده و عباس علی نیز به عنوان پیله‌وری رفت آمدهای مرموز به اسفندآباد و یزد نموده و با حاجی میرزا حسن شمسی اسفندآبادی رئیس محفل بهایی اسفندآباد و اعضای محفل یزد که او را به عنوان مهاجرت اعزام داشته بودند تماس گرفته و با محمد شیروانی به طور سری آمد و رفت‌هایی داشته و برای ارعاب اهالی ابرقو و فراهم نمودن زمینه برای تشکیل محفل در ابرقو با محمد شیروانی که از جانیان خطرناک است تماس گرفته و او را برای این عمل وحشتناک تشریع نموده و به نتیجه مرتکب قتل فجیعی شده اند که کمتر نظیر داشته و به شرحی که در قرار آقای بازپرس مندرج است و محتویات پرونده حکایت دارد، بعدون که متهمین وارد خانه مقتولین شده اند، 3 نفری را که در ایوان جلوی اتاق خوابیده بوده در همان حال خواب با کمال قساوت و بیرحمی وسیله بیل و تیشه و کلنگ مقتول نموده و صغرانام با 2 پسرش، یکی 14 ساله و دیگری 6 ساله در اتاق بوده و طبق اظهار علی محمد یکی از متهمین در آن موقع خطرناک با حال وحشت و اضطراب از خواب بیدار شده و پشت درب اتاق را گرفته که بلکه مانع از ورود به اتاق بشوند، لکن با دست بیل به سختی پای آنها را مجروح کرده و دیگر تاب و مقاومت نیاورده و متهمین اظهار داشتند درب را باز کنید، ما دزد هستیم و کاری به شخص شما نداریم و پس از ورود به اتاق با کمال قساوت و بیرحمی به ضرب بیل و تیشه و کلنگ صغرا و 2 فرزندان دیگر او را مقتول نمودند که در اثر ضرباتی که به آنها وارد شده بود خون به سقف و اتاق و دیوار فوران نموده و اتاق و غیره
و در و دیوار مانند مسلخی مملو از خون گردیده که قوی ترین اشخاص از دیدن آن منظره هولناک و یا شنیدن این جریان بی اختیار متأثر و متألم می گردد و به طوری که محتویات پرونده حاکی است و قرار صادره از طرف آقای بازپرس حکایت دارد، صرفاً این جنایت هولناک در اثر تحریک 9 نفر اعضای محفل یزد و حاجی میرزا حسین شمسی رئیس محفل بهایی اسفندآباد و عباس علی پورمهدی مهاجر مرموز اعزامی از طرف محفل بهایی یزد انجام یافته و اگر این عمل وحشتناک کشف نشده بود، شاید در اثر تحریک محفل بهایی یزد خونهای دیگری در ابرقو ریخته شده و نظیر این قبیل جنایات تکرار میشد، زیرا که این اولین دفعه نیست که محفل بهایی یزد دستور ترور و آدمکشی داده، بلکه در چند سال قبل در خود شهرستان یزد شخص بیگناهی را به نام محمد فخار به جرم اینکه به سران بهایی لعن کرده و ناسزا گفته نصف شب در خانه او رفته و به عنوان اینکه در سر کوچه کسی با تو کار دارد او را فریب داده و وقتی که مشارالیه از خانه بیرون آمده او را به زور به محل دیگر برده و برای اینکه نتواند استمداد کند به وسیله دستمال در به دهان او را گرفته و سپس او را خفه کرده و جنازه او را در هیزم‌های نزدیک کوره آجرپزی انداخته و جسد او را آتش زده بودند که قضیه از طرف آقای قاضی زاهدی بازپرس شجاع و پاک دامن وقت تعقیب به نتیجه آقای رضای لطفی مأمور رسیدگی پرونده امر گردیده و هر 2 نفر از خود یادگار نیکی باقی گذارده‌اند و سلطان نیکائین داخل پرانتز برادر جلال بینش که پرونده نسبت به او مفتوح است پرانتز بسته رئیس سابق محفل بهایی های یزد محکوم و زندانی شدند که سابقه این جنایت را اغلب قضات محترم دادگستری و سایر اشخاص مستحضر می باشند. بنابراین با توجه به دلایل و شرحی که فوقاً معروض گردید، با اینکه آزمایش شده بود که ابرقویی ها به هیچ وجه حاضر برای این نمونه تبلیغات نیستند و سلیمان نام سلیمی مبلغ اعزامی از تهران را نیز نگذاردند در محل اسفندآباد توقف کند و محمد علی ثابت مبلغ دیگری که از عباس علی پورمهدی به ابرقو اعزام گردیده بود و طبق اظهار اعضای محفل یزد دور خانه او را گرفته و مشارالیه را تهدید به قتل کرده که شبانه به وسیله موتورسیکلت در وسط زمستان با عیالش مجبور به فرار شده و جریان را نیز به محفل اطلاع داده بوده، ملوصف محفل بهایی یزد دست از لجاجت بر نداشته و با اینکه می‌دانستند اقدامات آنها منجر به قتل نفس و حوادث سوئی خواهد گردید، به عباس علی پورمهدی مبلغی وجه پرداخته و با دستورات سری او را روانه نموده که بعد از اعزام مشارالیه و رفت و آمدهای مرموز او به اسفندآباد و یزد و فعالیت‌هایی که او می‌نموده به وسیله محمد شیروانی و سایر مرتکبین این جنایت صورت گرفته و پس از انجام این جنایت عباس علی به محفل بهایی یزد آمده و با حضور تمام اعضای محفل جریان را گزارش داده و برای اینکه این جنایت کشف نشود و سوء ظنی متوجه او نشود به او دستور دادند که به ابرقو مراجعت کند. علیهذا با توجه به مراتب دلایل اشاره شده بالا و کلیه دلایل و قرائن موجوده در پرونده و با در نظر گرفتن قرار صادره از طرف آقای بازپرس محرز و مسلم است که 9 نفر اعضای محفل بهایی یزد به شرح زیر محرکین قتل محمود شهرت مشکی فرزند مرحوم محمد 46 ساله شغل تجارت با سواد دارای عیال و اولاد اهل یزد ساکن کوی چند تا نقطه
که مذهب خود را بهایی معرفی کرده و از تاریخ 6/7/29 تا کنون بازداشت است. بدیع الله شهرت چند تا نقطه فرزند حاج سید حسین 52 ساله باسواد که شغل خود را تجارت معرفی کرده، دارای عائله و مذهب بهایی، اهل یزد، تبعه ایران، ساکن کوی گازرگاه که از تاریخ 8/7/29 تا کنون بازداشت است. غلام حسین شهرت سالکیان فرزند حسن شغل نساج باسواد 50 ساله اهل و ساکن یزد، محل گازرگاه خود را بهایی معرفی کرده و دارای عائله تبعه ایران که از تاریخ 6/7/29 تا کنون بازداشت است. اسفندیار شهرت مجذوب فرزند هرمزدیار 53 ساله دارای سواد عائله شغل چند تا نقطه اهل و ساکن یزد، محله خلف خان علی تبعه ایران که مذهب خود را بهایی معرفی کرده و از تاریخ 6/7/29 تا کنون بازداشت است. محمد علی شهرت فلاح فرزند مرحوم محمد باقر باسواد 55 ساله اهل یزد، ساکن در بند کاشیها، دارای عائله تبعه ایران که مذهب خود را بهایی معرفی کرده و از تاریخ 8/7/29 تا کنون بازداشت است. عبدالخالق شهرت ملکوتیان فرزند ملا عبدالغنی اردکانی 65 ساله شغل طبابت اهل یزد، ساکن کوی گازرگاه، دارای عائله و سواد که مذهب خود را بهایی معرفی کرده تبعه ایران از تاریخ 8/7/29 که تا کنون بازداشت است. حبیب الله شهرت رأفتی فرزند یحیی 42 ساله شغل کارمند دارایی یزد، دارای عائله و سواد اهل یزد، ساکن کوی بازار نو که مذهب خود را بهایی معرفی کرده و از تاریخ 7/7/29 تا کنون بازداشت است. کیخسرو شهرت راستی فرزند استاد مهربان 40 ساله شغل پزشک بهداری شیراز، دارای عائله و سواد اهل یزد، ساکن شیراز از تبعه ایران که مذهب خود را بهایی معرفی کرده از تاریخ 27/8/29 الی کنون بازداشت است. محمد شهرت منشادی فرزند باقر شغل پزشک بهداری یزد 39 ساله دارای عائله و سواد اهل یزد، ساکن کوی فهادان تبعه ایران که مذهب خود را بهایی معرفی کرده و به قید کفیل آزاد است. در قضیه قتل ابرقو محرک بوده و عمل هر یک منطبق است با ماده 28 قانون کیفر عمومی و طبق ماده مرقوم تقاضای مجازات آن را دارد. در مورد 2 نفر محرکین دیگر عباس علی شهرت پور مهدی فرزند حاجی مهدی 65 ساله بی سواد اهل یزد، ساکن محله خواجه خزر، دارای عائله که خود را مسلمان معرفی کرده و طبق محتویات پرونده از طرف محفل بهایی یزد به عنوان مهاجرت ابرقو اعزام شده و در دارایی سجل بهاییت شماره 104 می باشد و از تاریخ 6/11/28 الی کنون بازداشت است به دلایلی که ذیلاً درج می شود. 1. با اینکه قبل از اعزام عباس علی به ابرقو محفل یزد حسین علی ثابت را به ابرقو به عنوان مبلغ اعزام داشته و با مخالفت شدید ابرقویی ها مواجه گردیده که به شرحی که محمود مشکی یکی از متهمین و اعضای محفل یزد در صفحه 226 سطر 12 الی 15 اظهار داشته، بعد از آنکه اهالی ابرقو فهمیده بودند که او بهایی است شبانه به خانه او آمده و قصد کشتن او را نموده بودند که به وسیله موتورسیکلت با عیال خود فرار کرده و خود را به یزد رسانیده و همچنین اظهارات اسفندیار مجذوب و غلام حسین مالکیان مزبور را تأیید نموده اند.
معالوصف اعضای محفل بهایی های یزد اصراری داشته که در محل ابرقو یک نفر مبلغی اعزام گردد و بعد از این جریانات نقشه خطرناکی کشیده و برای ارعاب و دشمنی با اهالی ابرقو با دستورات مرموزی عباس علی پورمهدی را روانه نموده و اعزام مشار الیه و دستور اینکه به او داده شده فوق‌العاده سری بوده و با اینکه معمولاً مبلغینی که اعزام میشوند صورت مجلسی در این قسمت تنظیم میگردد، چون این مبلغ یا به عبارت دیگر مهاجر دستورات شدید داشته، علنا صورت مجلسی تنظیم نشده و هرچند با مراجعه به دفاتر به اسم شخص عباس علی در حدود 3500 ریال وجه بیشتر قید شده بود و اعضای محفل اظهار داشتند که همین مبلغ را به او داده اند، لکن به اسم مخارج متفرقه و هزینه سفر و غیره و یا به اسم دیگران مبلغ زیادی وجه به او داده و مشار الیه را برای مبارزه با اهالی ابرقو اعزام داشتند و چون نام برده دستورات سری داشته وضعیت زندگانی او در ابرقو فوق‌العاده مرموز بوده و مسافرت‌های کوتاهی به یزد و اسفندآباد می‌نموده و در خفا با محمد شیروانی که یکی از متهمین قسی القلب و در عین حال با اراده و خطرناک است و از مدت‌ها قبل هم مشار الیه را که یکی از بهائی‌های متعصبی است و قرآن را سوزانیده برای چنین جنایتی او را تشجیع نموده و عباس علی مزبور فوق‌العاده چند تا نقطه گرفته، لکن این چند تا نقطه مرموز بوده، کما اینکه از عباس علی که بازجویی گردیده مطلقاً از بهایی بودن و اینکه هیچ گونه ارتباطی با بهایی دارد استنکاف داشته که بعداً با توجه به اوراق تبلیغاتی محفل یزد معلوم گردید مشار الیه در سال 1311 به شماره 104 سجل بهاییت گرفته که سجل مزبور عیناً بین صفحات 134 و 135 پرونده بایگانی است و مشار الیه یکی از محرکین اصلی به شمار رفته و به تحریک مشار الیه و سایر محرکین این جنایت بی‌نظیر انجام یافته. 2. مسافرت‌های کوتاهی که مشار الیه به یزد و اسفندآباد می‌نموده و با حاجی میرزا حسن شمسی که یکی از محرکین است تماس گرفته، به طوری که سید مصطفی فرزند سید هاشم بهایی در صفحه 102 سطر 15 اظهار نموده که عباس علی پورمهدی به اسفندآباد آمده و منزل حاجی میرزا حسن شمسی بوده و همچنین اظهارات استاد حسن صباغزاده به این که قبل از وقوع قتل از ابرقو 2 مرتبه به اسفندآباد آمده و 1 مرتبه 3 روز در منزل حاجی میرزا حسن شمسی بوده. 3. اظهارات عباس قلی معروف به امیر با اینکه عباس علی پورمهدی که در نزدیک دکان او بوده جنسی برای فروش نداشته. 4. اوراقی که از منزل عباس علی کشف شده در آن اشاره شده که بایستی برای اوامر بهاءالله فداکاری و جانبازی کرد. 5. 13 فقره قبوض لجنه انجمن خیریه یزد که به موجب آن وجوهی به سالکیان و عباس علی پورمهدی و محمود مشکی و اسفندیار مجذوب و مبالغی به عنوان هزینه سفر و مخارج متفرقه و غیره پرداخته شده و نیز حاجی میرزا حسن شمسی مبلغ 50 تومان حواله کرده که جلال بینش به عباس علی پورمهدی بپردازد. 6. اظهارات محمد علی چند تا نقطه در صفحه 148 سطر 4 و در آخر صفحه 148 به این که پس از وقوع قتل عباس علی جریان قتل را به محفل یزد اطلاع داده
و اظهار نموده است که من دیگر می ترسم بروم به محل ابرقو. 7. اظهارات محمد علی افتان در صفحه 150 سطر 10 دائر به این که پس از وقوع قتل ابرقو با حضور کلیه اعضای عباس علی گزارش قتل را داده و گفته است می ترسم 2 مرتبه به ابرقو بروم. 8. اظهارات اسفندیار مجذوب در صفحه 150 آخر صفحه به این که پس از وقوع قتل عباس علی به محفل آمده و اظهار کرده که قتل فجیعی در ابرقو رخ داده و اگر 2 مرتبه مشار الیه به ابرقو نرود سوء ظن این قتل به او متوجه می شود و اعضای محفل هم به او گفتند البته بایستی بروید. و نیز اسفندیار مجذوب در آخر صفحه 150 اظهار داشته از جواد شهیدیان و پسرش شنیدم که عباس علی در یک محفلی بوده به او گفتند این قتل را به تو نسبت دهند، جواب داده نمیتوانند به من نسبت بدهند. 9. اختلاف اظهارات عباس علی پورمهدی در صفحه 159 سطر 7 الی 14 به این که کلیه اعضای محفل اعزام عباس علی را به ابرقو و دادن وجوهی از طرف محفل گواهی نموده اند که قسمتی از وجوهی که به او پرداخته شده قبوض آن پیوسته پرونده است مع الوصف مشار الیه جدا منکر بهایی بودن بوده و اظهار داشته وجهی از طرف محفل به او داده نشده و بعد از برگشتن ابرقو هم به محفل نرفته و پولی هم از محفل بهایی ها دریافت نداشته. 10. اظهارات محمد شیروانی در صفحه 268 به اینکه عباس علی پورمهدی به عنوان خرید مرغ به منزل او آمده و به او رابطه داشته است. 11. اظهارات محمد حسین برادر محمد شیروانی در صفحه 272 سطر 4 به اینکه عباس علی پورمهدی را در باغ محمد شیروانی ملاقات نموده است. 12. اظهارات آقا رضای مقیمی دهدار اسفندآباد در صفحه 196 سطر 10 الی 15 دائر به اینکه 8 روز یا 10 روز قبل از واقعه قتل ابرقو عباس علی پورمهدی را در مهرآباد دیده است که از اسفندآباد مراجعت می کرده است. 13. به طوری که در صفحه 242 سطر 14 و 15 مندرج است از طرف آقای بازپرس به عباس علی پورمهدی اعلام گردیده به اینکه در شب وقوع قتل 2 نفر اسفندآبادی با او ملاقات نموده و مشار الیه تحاشی داشته با چند تا نقطه وحشت جواب داده کسی را ملاقات نکردم، محرک در قضیه قتل مزبور بوده و طبق ماده 28 قانون مجازات عمومی تقاضای کیفر او را دارد. حاجی میرزا حسن شهرت شمسی 54 ساله فرزند حاجی علی شغل زراعت اهل و ساکن اسفندآباد تبعه ایران که مذهب خود را بهایی معرفی کرده دارای عائله و سواد که از تاریخ 3/11/28 تا کنون بازداشت است به دلایل ذیل. 1. اظهارات محمد رضا پسر محمد شیروانی با اینکه 3 نفر اسفندآبادی بهایی شب وقوع قتل منزل محمد شیروانی بوده و اینکه حاجی میرزا حسن شمسی رئیس محفل بهایی های اسفندآباد است و اختلافاتی که از سال 1327 که حاجی میرزا حسن شمسی سلیمان سلیمی را به نام مبلغ به اسفندآباد آورده و اهالی ابرقو آقای سید محمد قیومی را به اسفندآباد فرستاده که به نتیجه سلیمی ناچار به ترک اسفندآباد شده و مکاتباتی که محفل بهایی اسفندآباد با محفل تهران و یزد و غیره نموده شکایاتی که در این قسمت نموده اند و اظهارات حاجی میرزا حسن شمسی در صفحه 237 سطر آخر صفحه به اینکه هر موقعی
به ابرقو می آمده چند هوچی و بچه های بی سر و پا به او فحاشی می کردند و همچنین اظهار مشارالیه در صفحه 93 سطر 3 به اینکه اگر این عمل را بهایی های اسفندآبادی مرتکب شده باشند مشارالیه شریک است و نیز در 2 سطر آخر صفحه 93 اظهار داشته که ابرقویی ها نگذاشتند تشکیلات ما درست باشد و اینکه عباس علی پورمهدی بهایی یزد به ابرقو رفته مسافرت های مرموزی به اسفندآباد می نموده و در منزل حاجی میرزا حسن شمسی بوده، گو اینکه نام برده اظهار داشته همیشه ابرقویی ها با بهایی اسفندآبادی دشمن بودند و در چند سال قبل سید جعفر داعی مشارالیه و استاد زمان را که هر دو بهایی بودند یکی از علمای ابرقو به نام سید عبدالغنی آن 2 نفر را از اسفندآباد احضار و اهالی ابرقو آنان را به طور فجیعی کشتند. 2. اظهارات علی فرزند مهدی و جعفر فرزند رضا دامادهای صغرای مقتوله در صفحه 93 در سطر 5 دایر به این که صغرا به بهایی ها فحاشی می کرده و در آن موقع که بازپرس مشغول تحقیق است حاجی میرزا حسن شمسی به اتفاق کدخدای اسفندآباد که پسر او داماد حاجی میرزا حسن شمسی است به ابرقو آمده و مشغول دسیسه هستند که نگذارند قضیه کشف شود و به طوری که میدانی صغرا دارای مالی نبوده که برای مال او را بکشند، صرفاً چون فحاشی به بهایی ها می کرده دستور هم از طرف همین حاجی میرزا حسن شمسی و بزرگان بهایی ها بوده. 3. اظهارات رضای مقیمی دهدار اسفندآباد در صفحه 96 به این که در سال 1327 حاجی میرزا حسن شمسی سلیمان سلیمی نام را با عیالش برای درس دادن پسرش و تبلیغ بهایی به ابرقو آورده بود و محمد فیوزی که از جریان مستحضر شده چند شبی برای مسلمانها روزه خوانده و آنها را از جریان واقف کرده. اختلاف بهایی ها و مسلمان ها از اینجا سرچشمه گرفته و اظهارات مشارالیه در سطر 8 صفحه 97 به اینکه قتل 6 نفر برای دشمنی دینی بوده است و اظهارات میرزا علی اکبر شمسی بهایی در صفحه 99 سطر 9 الی سطر 14 به اینکه چون سلیمی نام از تهران به عنوان تبلیغ دین بهایی به اسفندآباد آمد مسلمان‌های ابرقو اطلاع دادند و سید محمد قیومی به عنوان روزخوانی بر حسب تقاضای مسلمان‌ها به اسفندآباد آمده و بخشدار ابرقو نیز برای این اختلافات به اسفندآباد آمده. خلاصه همیشه دشمنی بین اسفندآبادی‌ها و ابرقویی‌ها وجود داشته و نیز اظهار به این که وقتی که محمد قیومی به اسفندآباد خارج گردیده و همچنین اظهارات سید مصطفی فرزند سید هاشم بهایی اسفندآبادی در صفحه 102 سطر 7 الی سطر 13 به این که از موقع آمدن سلیمی برای تبلیغ دین بهایی که آقای قیومی برای روزخوانی و برای مباحثه با مبلغ مزبور به اسفندآباد آمدند اختلاف بین بهایی های اسفندآباد شدیدتر گردید و نیز سید مصطفی در سطر 15 صفحه 102 اظهار نموده که عباس علی پورمهدی چند روز قبل از وقوع قتل به اسفندآباد آمده و در دکان حاجی میرزا حسن شمسی سکونت داشت و نیز اظهارات استاد حسن صباغزاده فرزند رضا در صفحه 103 سطر 6 الی 12 مشعر بر اینکه عباس علی پورمهدی چند روز قبل از وقوع قتل به اسفندآباد آمده و در منزل حاجی میرزا حسن شمسی سکونت داشته و بعد از آن مسافرت هم تقریباً 10 روز بعد از آن 2 مرتبه به اسفندآباد آمده و در منزل حاجی میرزا حسن شمسی بوده و 3 روز توقف داشته که با توجه به سوابق دشمنی شدیدی که بین حاجی میرزا حسن شمسی و اهالی ابرقو بوده
و با در نظر گرفتن وضعیت اخلاقی صغرا به اینکه اتصالاً به بهائی‌ها فحاشی می‌داده و به سران آنها بد می‌گفته که طبق اظهارات سید محمد قیومی در صفحه 130 سطر 20 و سطر 21 تعصب مذهبی و دشمنی صغرای مقتوله با بهائی‌ها به درجه‌ای بوده که موقعی که آقای قیومی واعظ بالای منبر بوده صغرا فریاد می‌کرده و می‌گفته است چرا به بهائی‌ها لعن نمی‌کنید و با توجه به صورت مجلس معاینه اجساد مقتولین و اینکه کلیه ضربات وارده به لب و دهان و فکین بوده به خوبی می‌رساند که صرف دشمنی بهائی‌ها با مقتولین این قتل فجیع رخ داده که چون آنها به بهائی‌ها فحاشی می‌کردند به این طرز فجیع آنها را به وسیله بیل و تیشه و سنگ مقتول نمودند. حاجی میرزا حسن شمسی که رئیس محفل بهائی‌های اسفندآباد بوده محرز و مسلم که در این قتل محرک بوده و در اثر تحریک او و اعضای محفل روحانی یزد عباس علی پورمهدی این جنایت به وقوع پیوسته و لذا تقاضای مجازات نامبرده را که محرک در قتل بوده طبق ماده 28 قانون کیفر عمومی دارد. در مورد مرتکبین اصلی قتل محمد شهرت شیروانی فرزند حاجی رضا 45 ساله با سواد شغل نمدمال دارای عائله اهل و ساکن مزرعه مشهور به رباط ابرقو که خود را مسلمان معرفی کرده لکن طبق تحقیقاتی که به عمل آمده مشار الیه بهایی و نام او در دفتر بهایی‌های ده بید ثبت گردیده و از تاریخ 16/10/28 الی اکنون بازداشته. علی محمد شهرت شیروانی فرزند محمد شیروانی متهم نامبرده بالا 18 ساله شغل نمدمال بدون عائله دارای سواد اهل و ساکن مزرعه مشهور به رباط ابرقو که از تاریخ 28/10/16 الی اکنون بازداشته است. هر دو نفر نامبرده به شرح دلایل ذیل مرتکب قتل صغرا و 5 نفر فرزندان او شده اند. دلایل اتهام محمد شیروانی و علی محمد فرزندش: 1. در صفحه 28 سطر 8 محمد شیروانی در اظهارات خود اظهار داشته صبح زود پس از 1 روز از وقوع قتل به منزل حسین صدری پور رفته و به او گفته باقر و ابوالقاسم مرتکب این عمل شده‌اند. 2. در صفحه 29 سطر 11 راجع به خونهایی که در لباس او بوده در جواب آقای بازپرس اظهارات مختلفی کرده. گاهی اظهار داشته به واسطه سخت جنین عیالش این خون به لباس او ریخته. زمانی گفته پالتو را وقتی از قربان علی نام خریداری نموده شاید این خونها قبلا به پالتو بوده و یا بعداً خونی شده باشد. 3. صفحه 37 در سطر 1 و 2 از طرف آقای بازپرس به محمد شیروانی اعلام شده که درب خانه او خونی بوده که در پاسخ اظهار داشته این خون مال سخت جنینه. 4. صفحه 43 مورخه 28/10/24 سطر 4 اظهارات محمد رضا پسر محمد شیروانی دایر به اینکه شب وقوع قتل 3 نفر اسفندآبادی منزل محمد شیروانی میهمان بوده و میرزا علی محمد برادرش به ابرقو رفته و برنج خریده و آورده و خروسی را نیز برای مهمانان کشته‌اند و شب را تا ساعت 3 و 4 در منزل محمد بوده و سپس محمد شیروانی و میرزا علی محمد برادرش به اتفاق 3 نفر اسفندآبادی که اسامی آنها را نیز اظهار نموده لکن تاکنون شناخته نشده و پرونده نسبت به آنان مفتوح است بیرون رفتند و عیال محمد اظهار کرده درب خانه را ببندیم. محمد شیروانی پاسخ داده که در را از پشت قفل می‌کنیم و قبلا هم محمد دستور داده که درب حیاط را به روی کسی باز نکنید، اگر کسی آمد مرا مطلع کنید. بعد ما خوابیدیم آمدند و پدرم به حمام رفت و نیز اظهار
محمد رضا در پاسخ سؤال آقای بازپرس دائر به این که چرا قبلا این موضوعات را نگفتی و اظهار داشته که پدرم به من سپرده بود که اگر از تو سؤال کردم بگو مادرم مریض بوده، شب را مشغول پرستاری او بوده. 5. صفحه 57 سطر 7 الی 10 اظهارات مروارید عظیمی همسایه محمد شیروانی و مقتولین به اینکه شب بعد از وقوع قتل مادر زن محمد به او گفته است حالا که محمد شیروانی را به شهر برده اند شب دیگر نترسید و حتما این قتل کار محمد بوده و نیز اظهار مروارید عظیمی به اینکه قبل از آنکه محمد برود خانه صغرا و جریان را ببیند به او گفته دامادهای صغرا این کار را کرده اند و چفت درب خانه هم خونی است و اینکه میگویند جانور آنها را پاره کرده، اینطور نبوده. اول یکی را کشتند، بعد دیدند کار خوبی نشده و آنها را شناختند، آن وقت همه را کشتند. جانور که نمیتواند درب حیات را از پشت چفت کند. صفحه 63 مورخه 28/10/25 اظهارات فاطمه عیال محمد شیروانی به اینکه شب وقوع قتل محمد شیروانی شوهرش و علی محمد پسرش چند مرتبه به عنوان اینکه آب داریم از خانه خارج شده و صبح زود محمد به عیالش گفته بود چون آب داشتم و کثیف هستم میخواهم بروم حمام و تمام شب را محمد با چراغ دستی رفت و آمد میکرد. 7 صفحه 70 سطر 15 اظهارات محمد رضا پسر محمد شیروانی دائر به اینکه میرزا علی محمد برادرش روز همان شبی که صغرا را کشته بودند به وسیله الاغ به طرف اسفندآباد رفته و با پدرش آهسته صحبت میکرد و نیز در صفحه 71 سطر 5 اظهار نموده که مادرم سوال کرد که علی محمد کجا رفته؟ محمد اظهار نموده از الاغ اسفندآبادی ها را بدهد و همچنین در سطر 11 صفحه 71 اظهار کرده صبح زود قبل از آنکه پدرش به حمام برود به علی محمد برادرش گفته برو گل گاو زبان بگیر و به مادر بزرگت بگو صغرا قش کرده که مادر بزرگت نترسد. اظهارات بیبی فاطمه عیال محمد در اواخر صفحه 73 مشعر به اینکه در شب وقوع قتل محمد شیروانی تا صبح نخوابیده و از منزل چندین مرتبه خارج شده و خود را از عیالش پنهان می کرده و جلوی چراغ را گرفته که عیالش لباس او را نبیند و ضمناً بیبی فاطمه عیال محمد در صفحه مذکور اظهار کرده مدتی محمد به ده بید نزد برادر دیگرش احمد نکویی که بهایی بوده رفته و چون مردم میگفتند محمد بهایی شده پسر او گفته من دیگر مدرسه نمیروم و مردم میگویند پدر تو بهایی است. چند تا نقطه. از به او گفته مردم میگویند تو بهایی شده ای. به عیالش کتک زده و قرآنی که در تاقچه اتاق بوده برداشته و پاره پاره کرده و در آتش انداخته و سوزانیده است. هرچند متهم مزبور اظهار کرده فعلا بهایی نیست لکن با توجه به اظهارات بیبی فاطمه عیال او و اظهارات احمد نکویی برادرش در صفحه 269 سطر 16 و 17 دائر به اینکه محمد نام برده به او گفته حرف بهایی ها درست است مشارون الیه بهایی است و نام او در دفتر بهایی های ده بید ثبت گردیده. و نیز اظهار محمد در صفحه 167 سطر 11 مشعر به اینکه سجل بهایی گرفته محرز و مسلم است که مشار الیه یکی از بهایی های متعصب بوده و طبق محتویات پرونده چون محمد در همسایگی صغرای مقتوله و مشار الیه به سران بهایی فحاشی می‌کرده مشار الیه به اتفاق پسرش و برادرش و چند نفر بهایی اسفندآبادی دیگر مرتکب این قتل فجیع شدند. چنانکه احمد نکویی برادر محمد در صفحه 280 سطر 8 اظهار داشته نمیتوانم بگویم محمد شیروانی در قضیه قتل ابرقو بی تقصیر است. 9
مواجهه محمد رضا با علی محمد برادرش در صفحه 80 دایر به اینکه در شب وقوع قتل 3 نفر اسفندآبادی منزل آنها بوده. 10. اظهارات علی محمد در صفحه 81 در تاریخ 28/10 سطر 10 به اینکه تا نزدیک مزرعه هراتی رفته که ببیند اسفندآبادی ها رفته اند یا خیر، داخل پرانتز که این اظهار با اظهار اینکه محمد رضا در صفحه 70 سطر 15 نموده که برادر او به طرف اسفندآباد رفته کاملا قابل تطبیق است. پرانتز بسته. و نیز اظهار او در صفحه 117 به اینکه با محمد شیروانی پدرش و محمد حسین عمویش و احمد نکویی عموی دیگرش به قصد کشتن صغرا و بچه های او از منزل خارج شده و مشار الیه از طرف خانه خود از دیوار پشت بام خانه صغرا بالا رفته و از راه پشت بام پایین آمده و درب خانه را به روی سایرین باز کرده و پدرش و سایرین وارد خانه شده و 3 نفر دختران صغرا که در جلوی اتاق خوابیده بودند به قتل رسانیده و صغرا و 2 نفر دیگر که در اتاق خواب بودند بیدار شده و آنها درب اتاق را باز نکرده با دست بیلی که آنها را کشته بودند از زیر درب شروع کردند به پای آنان زدن که بالاخره درب را باز کردند. عمویم با پدرم رفتند توی اتاق و آنها را به قتل رسانیدند. به شرح در صفحه 117 بازجویی ژاندارمری داخل پرانتز این اظهارات با قسمتی از اظهارات او دایر به اینکه از طرف دیوار خانه صغرا بالا رفته و از زیر درب اتاق ممکن بوده که به وسیله بیل کسانی که پشت درب بودن آنها را مورخه 28/11 دو صفحه 113 که پس از آن اظهار تنظیم گردیده قابل تطبیق است. پرانتز بسته. و نیز در صفحه 82 سطر 15 در پاسخ سؤال آقای بازپرس جریانی که مشار الیه در ژاندارمری اظهار داشته به او اعلام گردیده تکذیبی نکرده و به این عنوان آنطوری که آنجا گفتم اینجا هم میگویم اظهارات خود را تایید نموده است. 11. اظهارات سید محمد فرزند سید احمد در صفحه 82 سطر 16 الی آخر. صفحه مزبور به این که صبح همون شبی که این قتل واقع شده طلوع آفتاب محمد شیروانی به منزل سید محمد مزبور آمده و از او سیگار گرفته و با بلا تأمل اظهار کرده مرغ و خروس و الاغ کشته‌ام و توی خون و کثافت بودم، رفتم حمام و خیلی حواس او پرت بوده که عیال سید محمد به شوهرش گفته محمد شیروانی آدم همیشه نیست. 12. اظهارات مهدی فرزند بمان علی آبیار در صفحه 106 و صفحه 85 دایر به این که در شب وقوع قتل به باغ محمد آبی داده نشده و در موقعی هم که آقای بازپرس و دادستان به محل رفته بودند مشاهده شده که از شب وقوع قتل به بعد آبی به باغ او داده نشده و در حال آنکه متهم در همان شبی که مرتکب این قتل فجیع شده و رفت و آمد می کرده به عیال خود گفته مشغول آبیاری هستند. 13. اظهارات حسین صدری پور ژاندارم در صفحه 88 87 89 دایر به این که اغلب اهالی ابرقو در خانه مقتولین حاضر شده بودند محمد حاضر نبود و موقعی که خانه او را تفتیش کردند وضع غیرعادی داشت و صبح روز بعد منزل حسین صدری پور رفته و اظهار نموده بدون جهت شما به من مظنون هستید و چند نفر را مرتکب این قتل معرفی کرده بوده به شرح در صفحات اشاره شده بالا. 14. اظهارات عظیمی نژاد صفحه 90 به این شب بعد از قتل محمد را ملاقات نموده و مشار الیه وحشتناک بوده و نیز اظهارات بیبی فاطمه عیال آقا هدایت همسایه محمد و مقتولین در صفحه 91 سطر
9 و 8 مشعر بر این که شب بعد از وقوع قتل محمد به خانه بیبی مروارید زندایی او رفته با حالت خنده می گفته عجب دزدی گرفته و عجب همسایه عزیزی داشتیم از دستمان رفت. 15 اظهارات علی فرزند مهدی و جعفر دامادهای صغرا در صفحه 95 سطر 4 به اینکه صغرا به بهایی ها فحش میداد و محمد هم بهایی بوده و از این جهت با صغرا و بچه های او دشمنی داشت و مخصوصا گفته بود که طوری که دود از این چند تا نقطه صغرا بلند شود. 16 اظهارات عباس علی معروف چند تا نقطه در صفحه 124 سطر 4 الی 7 به اینکه شب وقوع قتل علی محمد پسر محمد شیروانی در به دکان او رفته و در جریان اینکه پدرش مهمان دارد مقداری قند و چایی و سیگار از او خواسته است. 17 مواجهه محمد رضا با بیبی فاطمه مادرش عیال محمد شیروانی در صفحه 72 و اظهارات مشار الیها در سطر 17 دایر به اینکه علی محمد پسرش در شب وقوع قتل که میهمان داشته از مشار الیه دستور پخت و پز گرفته که این قسمت اظهارات علی محمد متهم که در ژاندارمری اظهاراتی نموده و همچنین اظهارات محمد رضا به خوبی تأیید می‌کند. 18 اظهارات بیبی فاطمه عیال محمد شیروانی در مواجهه‌ای که با محمد شوهرش داده شده در صفحه 217 به اینکه در شب وقوع قتل مثل اینکه محمد می‌خواست من لباسهای او را نبینم با عجله و شتاب آمد و فانوس را برداشت و بیرون رفت و یک دوایی به من میداد که از هوش میرفتم و آن شب محمد تا صبح نخوابید و به من میگفت که چایی درست کردم که بخورم و خوابم نبرد و نزدیک صبح بود که حمام رفت. به شرح در صفحه 217 و 218. 19 متهم محمد شیروانی پس از وقوع قتل گیوه خونی خود را به پسرش داده بود که بشوید و با اینکه گیوه را شسته معالوصف اثرات خون در روی گیوه باقی است و پس از آنکه گیوه را شسته به منزل محمد حسین برادرش فرستاده به شرحی که در آخر صفحه 5 قرار آقای بازپرس مندرج است گیوه مزبور از خانه محمد حسین برادر او مضافاً به اینکه در موقعی که در ژاندارمری از مشار الیه بازجویی شده نامبرده کفش خود را عوض کرده بوده و در سطر 9 صفحه 6 اظهار داشته کفش دیگری ندارم. 20 اظهارات حسین صدریپور ژاندارم در قسمت آخر صفحه 169 دایر به اینکه شنیده شب وقوع قتل محمد شیروانی لباسهای خونی خود را سر حوض مرده‌شورخانه می‌شسته است و اظهار او به اینکه مادر عیال محمد گفته این محمد کسی است که می‌خواست سم وارد دوا کند و به دختر دیگر من بدهد که ارث بیشتر به او برسد. 21 اظهارات محمد حسین متهم برادر محمد شیروانی در صفحه 182 سطر 1 و 4 به اینکه محمد به برادرش گفته شنیدم تو بهایی شده ای و با بهایی ها آمد و شد داری و مردم میگویند با لامذهب ها همدست شده ای و مرتکب این قتل شده ای و نیز اظهارات محمد حسین نامبرده در صفحه 184 سطر 9 به اینکه او شنیده است که محمد برادرش مرتکب این قتل گردیده است و نیز به طوری که در صفحه 188 سطر 12 و 13 حاکی است پس از اینکه محمد اظهارات میرزا علی محمد پسرش را شنیده تغییر حال برای او دست داده و اظهار نموده آنچه پسر من گفته است صحیح است و قبول دارم. در مورد 2 نفر مرتکبین دیگر احمد شهرت نکویی فرزند حاجی رضا 50 ساله بی سواد دارای اولاد که خود را مسلمان معرفی کرده و طبق محتویات پرونده بهایی است شغل پیرور اهل
ابرقو ساکن قشلاق خرمی که از تاریخ 29/2/25 الی اکنون بازداشت است به دلایل ذیل: 1. اظهارات علی محمد فرزند محمد شیروانی هم در صفحه 113 بازجویی ژاندارمری به اینکه مشارعلیه به اتفاق پدرش و محمد حسین و احمد نکویی و غیره مرتکب این قتل شده‌اند. 2. گزارش تلفنی استوار خاکبور فرمانده ژاندارمری ابرقو دایر به اینکه اساسیه مقتولین پس از مقتول شدن به وسیله محمد حسین برادر محمد شیروانی به قشلاق خرمی محل اقامت احمد نکویی هم شده و موقعی هم که به مأمور ژاندارمری دستور داده شده که خانه احمد نکویی را بازرسی کنند، احمد مزبور فرار کرده که در کلانتری شیراز دستگیر و بدواً او را آزاد، سپس بر حسب تقاضای آقای بازپرس مجدداً دستگیر شده است. 3. اظهارات علی محمد فرزند محمد شیروانی در صفحه 205 سطر 3 دایر به این که در دیماه در همان اوانی که مقتولین کشته شده اند، احمد نکویی عموی او به ابرقو آمده است. 4. اظهارات احمد نکویی در صفحه 207 سطر 4 به این که یک روز پس از آنکه مقتولین کشته شده و محمد برادرش دستگیر گردیده، جریان را در قشلاق خرمی که مسافت زیادی است تا ابرقو فهمیده است. 15. محمد حسین شهرت نکویی 50 ساله فرزند حاجی رضا شغل زراعت دارای زن و بچه بی سواد که خود را مسلمان معرفی کرده، اهل و ساکن ابرقو تبعه ایران که از تاریخ 16/10/28 الی اکنون بازداشت است به دلایل ذیل: 1. کشف شدن گیوه خونی متعلق به محمد شیروانی در منزل محمد حسین. 2. اظهارات علی محمد فرزند محمد شیروانی در صفحه 113 دایر به اینکه به اتفاق محمد پدرش و محمد حسین و احمد نکویی 2 نفر عموهایش و چند نفر دیگر مرتکب قتل شده اند. 3. به طوری که در صفحه 157 مندرج است، استوار یکم خاکبور فرمانده ژاندارمری ابرقو تلفناً اعلام نموده بود که شنیده است اساسیه مقتولین پس از مقتول شدن به وسیله محمد حسین برادر محمد شیروانی به قشلاق خرمی برده شده. 4. اظهارات بیبی فاطمه عیال محمد شیروانی در صفحه 213 قسمت آخر صفحه مزبور و در صفحه 214 سطر 1 و 2 به اینکه محمد حسین برادر محمد شیروانی صبح و شام به منزل محمد رفت و آمد می کرده و شب وقوع قتل هم به منزل محمد شیروانی آمده است و نیز اظهار کرده که محمد حسین مزبور صبح روز وقوع قتل هم به منزل محمد شیروانی آمده و در آنجا خوابیده است و فوق‌العاده با محمد رفیق بوده و هیچ کاری را بدون اجازه محمد انجام نمی داده است. با توجه به شرحی که فوقاً معروض گردید و با در نظر گرفتن کلیه دلایل اشاره شده و سایر دلایل و قرائن و امارات موجوده، جای هیچ گونه شک و شبهه نیست که 9 نفر اعضای محفل یزد که نام و مشخصات آنان قید گردیده و همچنین حاجی میرزا حسن شمسی رئیس محفل بهایی اسفندآباد و عباس علی پور مهدی محرک در قضیه قتل ابرقو بوده و طبق ماده 28 استنادی تقاضای مجازات آن را دارد. و نیز محمد شیروانی و محمد حسین و احمد نکویی برادرهای او و علی محمد شیروانی فرزندش به اتفاق چند نفر اسفندآبادی بهایی که تاکنون شناخته نشده و پرونده نسبت به آنها مفتوح است مرتکب این قتل شده اند و طبق ماده 170 قانون کیفر عمومی تقاضای مجازات مشار علیهم دارد. دادستان شهرستان یزد سید محمد جلالی.
عین کیفرخواست بالا در شماره‌های 24 و 25 روزنامه ملی اتحاد ایران یزد به مدیریت آقای علی جنابزاده چاپ و منتشر شده است.